سلام و احترام به حضور شما دوستان زحمتکش و سلام و احترام به حضور مردم عزیز و فداکار کشورم که صادقانه عرض میکنم آماده‌ام جانم را فدای این مردم عزیز بنمایم. اما سردار مرتضی طلایی فرمانده نیروی انتظامی اصفهان و مازندران در دهه 70 و فرمانده پلیس تهران بزرگ در سالهای آغازین دهه 80 در آذر 85 در انتخابات شورای شهر تهران حاضر میشه، رأی میاره و تا سال 96 در شورای سوم و چهارم حضور داره. نایب رئیس شورای شهر تهران در سال 90 از اصفهان کاندیدای انتخابات مجلس نهم هم میشه که بعد از رد صلاحیت اولیه و تایید مجدد از راهیابی به مجلس ناکام میمونه. اتفاقی که در انتخابات شورای پنجم تهران در سال 96 هم تکرار میشه. رد صلاحیت، اعتراض، تایید و رأی نیاوردن. من عرضم اینه که اگر عزیزان مسئول و دستن در کار به فرض مثال هیئت نظارت بنده نوعی رو صدا می‌زدن آقای همتی شما هست، آقا اصلا شما با این پرونده‌ای که دارید مثلا که خودت برو انصراف بده، برو. چرا؟ چون ما رد می‌کنیم آبرو به نظام، به کشور، به انقلاب آسیب وارد. ببینید یه باشگاه ورزشی بود از بنده دعوت کرد که عضو هیئت مدیرش بشم. بنده هم با اون باشگاه شرط کردم به این که بنده میام برای که کار فرهنگی انجام بدم و با این توافق که بنده در باشگاه کار فرهنگی انجام بدهم عضو هیئت مدیره اون باشگاهش بدم. فرض بر این که اون باشگاه هم تخلفی کرده باشد، یه قاعده نیست که باشگاه مدیر عامل داره، باشگاه ساختار داره. ماجرا برمیگرده به باشگاه پرحاشیه فولاد ماهان سپاهان و سال 90 که مالک این باشگاه بهروز ریختگران طلایی رو به عضویت در هیئت مدیره و سخنگویی باشگاه منصوب میکنه. البته حرف و حدیث ها در مورد ارتباط طلایی با ریختگران بین مردم اصفهان بیش از این هاست. مثلا هزینه سنگین انتخاباتی طلایی در اصفهان و حامی مالی او که تو ایام اون انتخابات محل سوال بوده. یه جمله به شما عرض بکنم، اگر کسی در طول این سالیانی که بنده در شهرداری تهران به نوعی دستن در کار بودم، در شورای شهر بودم، از بنده جایی چیزی سراغ داره، خونه‌ای، ویلایی، آپارتمانی، ساخت‌وسازی، پروژه‌ای، پشت سر پیمانکاری، پشت سر پروژه بردسازی، نمیدونم بده بستونی، توصیه‌ای، سفارشی هست، من همین الان خواهش میکنم تا برنامه شما زنده هست به شما اطلاع کنید و شما مدیونید اگر همین الان برنگردونید شبکه بگین آقای طلایی یه شهروند زنگ زده، اونو نمیخواد معرفی کنی که، ولی میگه مثلا آقای طلایی فلان حرکتن. به فضل خدا سعی کردم که در طول این سال‌ها هم زندگیم رو به دور از مسائل قرار بدم که اسمش خودم میذارم، در واقع استفاده نابجا، سوء استفاده راند خارج از موقعیت شغلی. درست. اولا که خیلی متشکرم که لطف کردین تشریف آوردین. شما خیلی صادقین. این خیلی خوبه آقای طلایی. نمیدونم. تو بررسیامون در پرونده ریختگران به افرادی در شهرداری و شورای شهر تهران رسیدیم که ریختگران به دنبال نزدیک شدن هدفمند به اونا بوده و این تلاش گاهی موفق و گاهی هم ناموفق بوده. مثلا محمد ابراهیم یاوری استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی که از یک سو مشاور اقتصادی قالیباف در انتخابات‌های 84 و 92 و مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران بوده و از سوی دیگه بعدها توسط بهروز ریختگران به مدیرعاملی پتروشیمی اصفهان منصوب میشه. فردی که تو قرارداد بین شهرداری تهران و ریختگران داور مورد رضایت دو طرف در صورت بروز اختلاف هم بوده. آقای دکتر یاوری، آیا آقای دکتر قالیباف حاضر خواهند بود به نفع خروج تولید از رکود مالیات ها رو کاهش بدن در بخش تولید؟ ناهی داریم، ما قطعا این کارو میکنیم، ولی با این شرط که اونجا به دولت اضافه میشه. ولی فردی که پیش از بازداشت در سال 92 از کشور خارج شد و این روزا از کانادا به دولت ایران توصیه‌های اقتصادی میکنه و افراد دیگه‌ای که شاید در آینده بهشون پرداختیم. خیلی هاشون تو ایران نیستن، رفتن دیگه، بر نمیگردن، فرار کردن از ایران. یه عده‌ای هم که تو ایران هستن به هر صورت باید پاسخگو اعمالشون باشه. هر کی باید پاسخگو اعمال خودش باشه. هر جریان فسادی که اتفاق میفته
هم از درون هم از بیرون اشخاصی هستن که در طراحی‌ها حضور دارن. ولی همکارای بنده تو اون لایه که این قرارداد امضا کردن، قراردادها در اختیارشون قرار داشته بود که فقط امضا کنن، نقش دیگه ای نداشتن. معاون مالی اقتصادی وقت اون موقع تمام تلاشش بود که این پول برگرده. حتی خود آقای قالیباف هم دستوراتی که من ازشون دیدم نوشته که برای استیفای حقوق شهرداری تا نقطه آخر پیش بریم. به هر کیفیت این سهام برگشت. خوشحالم که تمام سود سنوات 87 88 89 و 90 رو تونستم برای شهرداری تهران در مقطعی که من اونجا بودم بگیرم. منتهی به این شد که ما هیچ وقت سهام بهش دیگه ندادیم تا سال 1391 که قرارداد مجدد ایشون درخواست خرید مجدد داد. به این ترتیب بعد از کش و قوس‌های فراوان 5 ساله قرارداد سال 86 کنار گذاشته شده و قرارداد دوم امضا میشه. این بار خرید سهام بانک با ضمانتنامه‌های بانکی. ایشون با گرفتن ضمانتنامه بانکی از خود بانک سرمایه اونو در بانک تجارت اصفهان خوردش میکنه، میاد مجدد این ضمانتنامه رو به شهرداری تهران میده با عنوان ثمن معامله خرید سهام. 317 میلیارد تومان ما سهام رو واگذار کردیم. شهرداری به حقش رسید. یعنی شهرداری دیگه هیچ طلبی نداشت. ولی چون عمل آقای ریختگران یک کار پولشویی بوده، از پول خود بانک سرمایه خود بانک سرمایه خریده، خود عمل خلافه. در واقع نهایتاً ریختگران با ضمانتنامه‌های خود بانک 38% از بانک رو میخره و بعد با تسهیلاتی که از خود بانک میگیره اون ضمانتنامه‌ها رو تسویه میکنه و خود این تسهیلات رو هم هیچ وقت به بانک بر نمیگردونه و اینجوری بدون اینکه ریالی از جیبش خرج کنه مالک نیمی از بانک سرمایه میشه. و از این نقطه به بعد ریختگران در کنار دیگر سهامدار عمده این بانک یعنی صندوق ذخیره فرهنگیان که اون هم دارای کلکسیونی از تخلفات مالیه، با اعمال نفوذشون بانک سرمایه رو به وضع بحرانی فعلی میکشونن. طبیعی است وقتی که دو تا سهامدار بزرگ داره نظارت پذیری هم درش نبوده، به خصوص که بانک مرکزی قصور و تسامح زیادی داشته، دست این دو سهامدار باز می شده برای اینکه بتونن وام‌های سفارشی رو بدن. اعضای هیئت مدیره رو خودشون می‌چیندن و همینطور مدیر عامل رو، بنابراین راحت میتونستن در اعطای وام نقش داشته باشن. آقای ریختگران یه پیشنهادی به آقای مدیر عامل صندوق میکنه که من کل سهام بانک رو به قیمت 1800 میلیارد تومان خریدارم به یک شرط، اونم اینه که از امروز کلیه مدیران و مدیران شرکت ها و مدیران بانک رو من منصوب میکنم که برآورد کنم دارایی های بانک چقدره که من در پایان که باشه ابتدای 96 میخوام 1800 میلیارد تومان سهام بانک رو بخرم. از روز اولی که مدیر عامل منصوب میشه که آقای خانی میاد، از همون روز اول، یعنی فکر نکنید از هفته بعدش، تمام نظامات به هم خورده، یعنی خیلی راحت وجوه سنگین پرداخت شده. ما به عددی که اون رسیدیم حدود 13000 میلیارد تومان بود. بعد از اون گزارش ما شنیدیم این حداقل 600 میلیارد دیگه هم بهش اضافه شده. 13600 میلیارد. وام هایی بوده که داده شده که بعضا هم به این کارتون خوابای تو خیابونای تهران داده شده. این اونا می‌بردن خلاص سروشون رو درست می‌کردن، از طرف اونا به صورت سوری جعلی حساب بانکی درست می‌کردن، به اسم اونا وام می‌گرفتن بدون اینکه اون کارتون خواب اصلا در جریان باشه. بیش از 9000 میلیارد تومان اون حتما مشکوک الوصوله و به این راحتی‌ها وصول نمیشه. بانک سرمایه این روزها اوضاع خوبی نداره، مثل پتروشیمی اصفهان و خیلی از جاهای دیگه‌ای که ریختگران سهامدار عمده اوناست. بنگاه‌های اقتصادی که پولای اونا بعضا نه تنها از خود اون بنگاه‌ها که از کشور هم خارج شده و شاید بشه گفت این پولا یه جورایی صرف لاکچری تر شدن پیج اینستاگرام فرزندان بهروز ریختگران شده، پیجایی که این روزا از دبی بروز میشه.
تجربه تلخ خاوری‌ها از یک سو و اوضاع نابسامان این روزهای اقتصاد کشور این مطالبه جدی رو بین مردم به وجود آورده که هرچه زودتر و پیش از اینکه دیر بشه با اخلالگران نظام اقتصادی برخورد قاطع صورت بگیره. یه سفر شمال میخواد ندارم. نوشدارویی قبل از فرار قاتل سهراب به کانادا. پرونده 160 جلدی ریختگران با دستگیری 2 از برادرها در شهریور 92 باز، دادگاهش در شهریور 96 برگزار و حکم بدویش تو ماه‌های ابتدایی 97 صادر شده که البته نهایی نبوده و الان چند ماهیه که برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور رفته. از طرفی دادگاه‌های بانک سرمایه هم این روزها در حال برگزاریه. از نظر ما مصادره سهام ریختگران در 2 مجموعه بزرگ اقتصادی یعنی بانک سرمایه و پتروشیمی اصفهان در اولین فرصت و در ازای بخشی از بدهی‌های وی به این 2 مجموعه میتونه اولین گام و بخشی از برخورد با متهم این پرونده و راهی برای خروج این 2 مجموعه از مشکلات فعلیشون باشه. البته این تنها بخشی از برخورد مورد انتظاره. منتظر برخورد قاطع دستگاه قضایی هستیم. اختلاسگرا رو بگیرن اعدام کنن. مهره و زهه و کخه و اینا فایده نداره. و سلام